امروز توی این اتاق زندانی شدیم و هر کسی که بتونه چالش و مجازات‌های بیشتری انجام بده برنده این بازی میشه. الان 5 دقیقه است اینجاییم، هیچ کسی نیومده اون چیزی بگن. ایسکامون رو نگرفتن، درم که بسته است. ببین اینجا دورینا رو عشق می‌کنی؟ الان فکر کن من یه بار داشتم اینجا خب میدیدم، بعد یکی اینجا اومد همسم اونجوری بوده اینجوری اومد رد شد. من همین بالا بودم بالا. این بالا فقط وایسید نگاه کنید بچه‌ها. ولی بعدی جای اینه که کسی آسانسور رو بزنه، واقعا صداش بده، هم گرم میشه اینجا هواش بیشتر. همین الانش هم گرمه. با چالش اول ما رو نمیدید. فکر نکن. خطر رو چالش پرتش. تو بخون باشی. نمیدونم بابا اینا با چه بلایی سر ما بیادن. چیه؟ سس تند. سس تند؟ یا خدا. یه طوری یا اول پس. خب اگه الان مرحله نخورم چه میشه؟ منفی 1 میشی. منفی یک. که بچه تو میخوری؟ نمیدونم. بچه ها بریم آیتم رو بیاریم دوباره فیلم رو میگیریم. محمد داره میره. محمد کله گنده. الان چی کار بکن می‌کنی؟ اشکالی نکرد. من دوست داشتم محمد یه حرکت احمقانه انجام بده بهش بخندیم اینجا. مثلا اینجوری بر پایین. واسه پوشک بزنیم مثل. بچه‌ها حقیقتا اینم من شکوندم ها. یه بار اومدم اتاق آسانسور بدم چه شکلیه، اومدم کشیدم تق شکست. اگه همسایت و ویدیو رو ببینیم داره میذاره روزبارش کنیم؟ یا بابا این زمینه چرا نمیزنی؟ زمینه قلبم امشب قوقا شده دیدن تنگار رویا. بابا نخور محمد اومد. اوکی. این سس تنده، اگر نخوری منفی 1 میشی، بخوری مثبت 1 میشی. الان یک. چقدر میریزی؟ خوشش میتونی بخوره. پر نه. آب نه بابا آب نخوری. خیر. بابا الفاس باشی تو رو خدا. سرش گرفته. یه قاشق پره، به من ربطی نداره. حاجی من من فکر چی؟ چون باید دو اگه اون تالیف بده کسا نمیخوره. اصلا مثبت 1 نه اصلا نخورم تو چرا نمیخوره؟ نه، هر دو تا کسا بلش میخوری؟ سه بخور. یک. تو اول میخوام بعد من میخورم. شاید من دفت دارم تو قهرمان شدی. نه زبون نزن. خیلی تنده. میخوای بری آب بیاری؟ نه محمد داری با زمین چرا خودم نمیشم. بخور. ارزشی چی داره؟ آقا ویدیو نخور. نمیخوری؟ من داور کس رو لازم نیستی بخوری. مثبت 1 شدی. اسکو مثبت 1 نه. اگه نخورم گوش کن، اگر هر دوتاتون نخورید هر دوتاتون منفی 1 میشید. حالا انتخاب آب نداریم. آب داشت اوکی بودم. نداریم. بچه من میخورم که یه امتیاز همین اول کار جلو بیفتم. بخور. من آماده ایدم فیلم دار کارو بگیر. کارو بگیر. No reaction. خب وای بوش تا اینجا اومد. درست شده. اشتباه داره. چون من نخورم. باختی. نه دیگه لفت داد. بچه من ویدیو بود. دیگه نمیتونی بخوری. 30 ثانیه وقت داره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 باری کلا. ماشاءالله. جفت مثبت 1. کمش تندتر سری قورت بده. شانس آوردیم بچه. کمش تندتر جفت مثبت 1. بشینیم تا چالش دوم بیارن. ای بابا Love's just a game, come and play.
احساس گشنگی دارم. من میسوزم. من گشنمم. شانسی که داریم کسی آسانسور نزده. نه واقعا برم من بخورم. نه مزاحم تلفنی یعنی چی؟ زنگ بزنیم زنگ مزاحم چیکار بزنی کنیم؟ به یک شماره و مزاحمش میشی. مزاحم چجوری با مزاحمش بشی؟ مثلا یه چیز الکی میگی قطع میکنی. اینم گوشی. آقا آخرش میتونیم اسخای کنیم؟ 100%. من میگم نمیدونم صدا میاد یا نه با وجود اون فن اون میتونم ولی بزنم. میکشم. بابا چرا مخاطبات کمم؟ سید مهدی سید مهدی. همون صدا نه اون صدا نه سید مهدی من یه مدت یه اکانتی داشت این میگرفتم. میخوای زنگ بزن. یه مرد بزرگه. که بچه هست. نه بچه نیه مرد بزرگه. اگه میخوای زنگ بزن. یه مرد بزرگ. اسم پسر داره؟ چه خبره؟ چیکار میکنی؟ فامیلیت؟ یه دختر. صدمتی الو سلام خوب هستین؟ خوب هستین امو ببخشید اما امیر عباس هست؟ چی؟ امیر عباس کجاست؟ الو الو بگو. اما امیر عباس هست؟ امیر عباس کیه؟ ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم خدا بهت یاد نکنه. مثلا قرار بود رضایت بگیرن. حال نداشت آره جواب داد من کسرا نیستم نه پسا 13 داری. الو سلام سلام خوبی؟ بفرمایید. ببین مشقای فردا رو میشه بفرستی؟ بله؟ مشقای فردا رو میفرستی واسم؟ من نمیدونم شما کی باشین؟ من؟ مقدس اشتباه گرفتن خانم. ببخشید دوست نمیکنم خدا بچه یکم بچه چه سیده؟ بچه دورین رو بگیر بچه طبقه پنجمی هستم. ببینیم چیکار آسانسور زد آسانسور در حال حرکت. اوه دورین رو بگیر آقا چقدر باید آسانسور بیاد آسانسور سوا رسید. چند نومه؟ هم کم. خب دیگه الان میاد طبقه پنجم بچه بابا سکوت کنید. رونیکا تو که اول آخر 3 تا چالش اینه یکیش انجام نمیدی تو که یکی از چالش انجام میدی من نمیدونم چه ولی من مطمئنم یکیش حتما میدونم نهایت اصلا رقابتی داریم چالش رقابتی فقط چالش یه دونه داریم که باید از این محوطه بریم. خوبه آجی چالش در محوطه بیرون. من بریم چالش بعدی چه؟ دزد و پلیس با دزد خوب. این بازیه بود گفتی تو بیرون میتونید بگیری؟ بله. به نفع من میگیری به نفع من همه پایین خوب کردیم. اون همه خوش گذشت فوتبال. من نمیدونم. واقعا که. آره. ببین من به دوستان میگفتم بین دوستای کسرا اون بهترینش بردیا بردیا. بالتره. 1 2 3 برو بردیا. بردیا حیوانی در مزرعه. بردیا حیوانی در به ما مرسی خوره. مرسی بردیا کسرا قلبم امشب قوقا شده دیدنت انگار رویا شده ضیافتی امشب برپا شده اگه نیایی یه سه غریبی بهم میگه رفتم پشت شکست مذاکره باز چقدر میخوای 2 تومن
گرفتشونو؟ نه باز نه واسه یه انرژی رو بخرم. نه با یه انرژی مرسی بر زدن جانم. یه انرژی با یه کرانچی. نه بعد یه روز از صبح تا شب ها رونیکا بچه‌ها یه روز از صبح تا شب میارم خونه خودشون صبحونه نهار شام خوراکم میبرم بهش میدم ویدیوش هم میگیرم میذارم شورت ویدیو میکنم دست ازم به قرآن میگیرم یه روز مهمونه ما دیگه راه نمیرم خونم دیگه تو بیا رونیکا بیا ببینم تو چی پیشنهاد میدی. رونیکا بیا دست ازت رونیکا باید بیای رونیکا بیا داریم مذاکره میکنیم بستگی داره بیشتر بده به من فیلم برداری. آقا داره فیلم میگیره نمیشه تقلب کرد. فکر نکن حالا بردیو گرفت بله گرفت رونیکا -1 بچه بردیا رفته پایین کاری انجام بده ما هم اینجا نشستیم منتظریم تا بیاد چون میخوام دوره میاد فهمیده بود آجی بیاد بهش بگم فیلم نمیگرفتیم بیا بس اول داد صحبت خب بچه‌ها نگاه کنید چیکار می‌کنی؟ من اومدم. کجا بودی؟ واقعا من خسته شدم نمیدونم منتظرم جای کاغذ بود؟ آره بله کاغذ. برو بیار میگه یه بازی شانسی رو داشته باشیم چی؟ سنگ کاغذ قیچی خب 5 امتیاز داره با داوری بردیا سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی 1 سرانده است. کاغذ قیچی من میام 1 سنگ کاغذ قیچی سنگ گیر آورد من گیر نمی‌کنم نه داور میگه آقا واقعا بابا داوری حساب بود یا نه؟ حساب بود. دوست داری باز بیاد 3 تو داری 2 میشماری؟ بیا آره سنگ کاغذ قیچی 2 داور حساب کن اوکیه. سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی ای بابا سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی 3 سنگ کاغذ قیچی 4 سنگ کاغذ قیچی ببین کامبک زدم رالی یه ذره بوده دیگه. کاغذ انداخته باز همش داره میره خوش دوستان پرتاب کننده دستش کجه. بلده خب مچندازی با داوری بردیا فقط چی؟ میگه این سنگ قیچی و این امتیازش رو هم یکیه یعنی من نیم امتیاز دارم اگه رونیکا بره یعنی نیم امتیاز داره باز یه بازی شانسی. چقدر بابور بریم مچندازی خدا ببین و همون اندازه موندن ولی معلوم است بچه من دارم واسه رونیکا بیشتره کن دستو دارم واسه کاسو گفتم این بیمه داشت میباختید داره میبازه برکن. من تمام زورم نزدم توی ویدیو معلومه دیگه. من میخواست برم بشم توپ بزنید ولی نه من آقا الان 2 تا نیم امتیاز داریم میریم برای چالش بعدی تا آخرین چالشه میره جعبه رو قایم میکنه و من قرار ازش فیلم برداری کنم تا شما بدونید کجاست. خب بچه چالش بعدی رو به ما دادن ویسا ببین چیز کنم. یه کارتونی اونا قایم میکنم و بعد ما بریم پیدا. دنبالش. ببین. من زودتر پیدا کرد. نه خب من که تا الان جرزنی نکردم تا الان جرزنی نکردم به نفع من میگیم به نفع من همسایه همسایه خفه شو بابا.
میبینن نظر من. بذار جلوتر بس. خوبه برو. دوستان جعبه اینجاست. میخوای بذاریم اون پشت؟ خوبه برو تو چیکاره برو. بره. پای پارکی روشن شد به خاطر بیا. خب بریم بگردیم. بچه ها من با کسران محمد بارانی. چی من هیچی نمیبینم. دوربین میگیره؟ بله دوربین میگیره کامل. این دوربین دستیزی؟ نه اون چیه؟ کسرا خوب جاییه داره دقت میکنه. این داخل جای خوبی بود ولی خیر گویه که اینجا نیست. من دوربین رو نگاه کنم. همون اول رفت اون پشت. واقعا چطوری فکر میکنی؟ چیه مگه؟ آره بیا بیا. از مرزش رد شد. اوتی برام تعجبی و بردی ها اینجا رد میشه. خیلی جالبه. فرزند کرم. اونجا رو گشتم. فکر کنم اونجا رو گشته باشن. نرو از نظر من. بزن نگاه اندازم بیام دوباره. نه از نظر من نبین. واقعا شیطان رجیمید شما ها. ای واس به خدا هیچی بهش کمک نکردم. هیچی بهش. همون اول اومدم این بر. بچه‌ها مرسی تا اینجا همراهیمون کردید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی. خدا